سلام و وقت بخیر. به هر ساعت خبر از یک با من مدینه حسن خوش آمدید. به گزارش رسانه‌های پاکستانی، علی امین خان گنداپور وزیر اعلی خیبر پختونخوا اعلام کرده است که از مقام‌های پاکستان درخواست کرده تا به او اجازه دهد با مقام‌های حکومت سرپرست افغانستان درباره صلح گفتگو کند. آقای گنداپور تاکید کرده است که صلح در خیبر پختونخوا به افغانستان صلح‌آمیز وابسته است. کاردار سفارت امریکا برای افغانستان با معاون وزیر خارجه قزاقستان دیدار و در مورد افغانستان گفتگو کرده است. کرندکر و علی بیک باقیوف در مورد همکاری‌های بیشتر و منافع مشترک و ثبات این کشور توافق کردند. به گفته آنان افغانستان فراموش نشده و در این دیدار توافق قوی بر حمایت از مردم افغانستان انجام شده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد گروه‌های هراس افغان را جدیدترین تهدید برای امنیت افغانستان و جهان دانست. این شورا با محکوم کردن حمله مرگبار روز دوشنبه در کابل بر لزوم مبارزه جدی تمام کشورها و علیه کشورهای هراس افغان و گروه‌های هراس افغان تاکید کرد. این در حالی است که مسئولان امارت اسلامی حضور و فعالیت گروه‌های هراس افغان در افغانستان را به شدت رد می‌کند. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزراء با تاکایوشی کرومایا سفیر ژاپن در کابل دیدار و گفتگو کرده است. معاون سخنگوی امارت اسلامی میگوید که آقای عبدالکبیر در این دیدار گفته که ژاپن جایگاه مهمی در سیاست خارجی امارت اسلامی دارد و خواستار عملی شدن تعهدات نشست سوم دوحه شده است. به گفته وی در این دیدار سفیر ژاپن از تلاش‌های کشورش برای تامین روابط میان امارت اسلامی و گروه‌های G7 خبر داده است. رسانه‌های ترکیه گزارش داده‌اند که در ادامه بازداشت و اخراج افغان‌های فاقد مدرک اقامت از ترکیه، پلیس این کشور از بازداشت 17 پناهجوی افغان در شهر اورزوم خبر داده است. بر بنیاد گزارش این پناهجویان دلیل حضور غیرقانونی در کشور ترکیه حدود $9,000 نیز جریمه نقدی شده‌اند. دیدبان حقوق بشر در واکنش به اخراج پناهجویان افغان از آلمان گفته است که این کشور نباید پناهجویان افغان را اخراج کند. این سازمان با نشر اعلامیه‌ای در صفحه اکسش خواستار توقف اخراج پناهجویان افغان از آن کشور شده است. همزمان با این وزیر داخلی ایران گفته است که طرح سازماندهی شهروندان خارجی را به زودی آغاز خواهد کرد و نخستین گام در این زمینه اخراج پناهجویان غیرقانونی و بدون مجوز خواهد بود. این بود اخبار این ساعت. سپاس از توجهتان. روز خوش. خدا نگهدار.